الان یه اسفنج 35 کیلویی 1 تن بار روشه. امروز اومدم با چالش تست مقاومت اسفنج 35 کیلویی ویژه که ما واسه کاناپه‌های تخت خوابشو تمام اسفنجمون استفاده می‌کنیم. هر کدوم از اینا 15 کیلوه. ما 40 تا دونه از اینا رو می‌خوایم روی اسفنج 35 کیلویی بذاریم و بریم فردا صبح بیایم برداریم ببینیم چه اتفاقی برای اسفنج میفته. با ما حتما تا انتهای ویدیو باشید. ما رسیدیم به پایان چالش چیدن 15 کیلویی روی اسفنج برای تست مقاومتش. متریال کم آوردیم، خودمون هم اومدیم بالا، 150 کیلو هم خودمونیم. اینا تا فردا صبح میمونه، بعد بیایم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه توجه بکنید اسفنج حتی 3 سانت هم پایین نرفت. امروز روز دوم چالش، میخوایم اینا رو از روی اسفنج برداریم ببینید چه اتفاقی برای اسفنجمون افتاده. پایان چالش اسفنج 35 کیلویی اگر توجه کنید هیچ اتفاقی براش نیفتاده. این از برگشت پذیریشه، توجه کنید مثل روز اولش، ضخامتش هم همونجوری 30 سانت باقی مونده.